السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. امروز مرغ بازاری یکم چسکا بر شما میخوام کمی هم باشد از نرخ نبوهای مرغ و ایندوکای این بازار دیدن کنیم که ببینیم که نرخ نبوهای ایندوک و مرغ در بازار یکم چسکا چند سومی است. امروز 14 ایولی 2023 در این روزها روبل روسی برابر است به 121 سومانی. من یکم پسیان خدمت مردم کمسمال با مردم کمسمال در غریبی شما رو تماشا دارن. سلام شوگه. سلام. سلامت باشن اکو. دایم خدمت اندامی تنگین 3216. این ایندوکا با چوجاش چندی شدن؟ نه چوجا 50 اوچه ها 180 چوجا 50 سومانی بود است در بازار یکم میشه که کسی که ایندوک میخره بسیار داری در خونه. رقم تلفن حتی تلفن داری؟ این مرغ چند شد؟ 60 سومون؟ کرکه با که تخموش 60 سومون ده مرغ کرک. این مرغ رو 60 سومونی دوست دارم. 60 سومون اینه به چهارم مرغ داده دیگه اینا زیرش کردن بخیل اینگه جان داده. این سایبش نمیده است. 40 سومانی تخمه که نه؟ چندی؟ 60 سومانی. دی دانش کرک بود است که درش تخم میکردیم. چه تخم‌کنار میفروشه؟ میبرم است. درش تخم میکردن دیدش کرک. این دوک چند شه؟ 600 چند کیلو گوشت داره؟ 12 کیلو گوشت 600 سومانی منه. این دوکی نر ها؟ این کی این تا؟ بچه کی میشی؟ شمشو بچه که شمشو این خروس 60 سومان دوستان. راسته همین اندازه مرغ و خروس ها 60 سومانی بدیم. خالی کردی مرغاتا؟ چندی؟ اینه چندی شدن؟ 50 سومانی منه. اینش چی؟ چه طلق کرده؟ چند سومانی؟ همش 50 هم مرغای تو؟ پرواز پرت افته. این بود دوستو برای شما کمبل از نرخ نبوی مرغ همین بازار نوار کردم. ویدیو به شما اگر پسند آمده باشه حتما کامنتری خوبی خود رو در زیر نوار میگذارید دوستان عزیزیمو و ابونه نباشه دیگه حتما ابونه میشه تا اینکه از نرخ نبوها با خبر شوید دوستان. پیاز 3 کیلوش تبل است. سبزی 4.5 سومون. چیست؟ فرش که 5.5 سبزی 4 سومون. معده‌اش 3 سومون. پیاز 2.5. بهترین. فهمیده که کارت دی تو بابا
چی؟ سه کیلوش دست 4 سوم کارچکی چی؟ 5 سوم 5 نیم بو کارچکی تو خرید که ارزان بدیم کارچکی چند داده؟ کارچکانی تقویت سلام گو تقویت سلام گو کارچکم نه 4 کیلو دا پیاز افتش ندیستو 10 سومن 10 سومن 13 سوم برد باشه 220 225 ارزانی دوستان من دوستا کومر قرقیز هم دارم اومده از برابر قرقیز کومری عینی 2 سومن و 20 درهم این لکی خواهی کسی که میدونیست اگر میدونه قرقیز چخه میسوزد رقم تلفن 826 826 92 90 میتونه زکاس کنه تا در خونه‌تون کومر میبیارن دوستو یعنی تربوزه میده 3 تا 10 5 سومونی هر خیل میدن در نوش صبح سرخ ما دیگه نه کی خونه حکم اونا واتری خربوزا چند شدیم 5 سوم بولوبا 5 سوم بولوبا حاجی خربوزا رو ارزان یافتید یا قیمت 5 سوم بولوبا گفتادیم شما میگیرید با سودا میگه خدا خد بون که ابا میپزدم ان شاء الله که مولا واتر گو نرخ میپزد خیلی ماشین بازار میره 5 میگه در 4 میته خیلی الله برکتی او کسم کار دیخون با کسم کار دیخون با خداوند برکتی که مولا واتر بچه‌ها درسته باشن میبینن تاچکشو همینجا کسی می خریدارا باشن حتما پیش بازار اومده خریداری میکنه میگیره های دوستو برای شما کمی هم بود نوار کردیم چون شما نیست از همین بود هوای دیار و اینجا نرخ و نواهای بازار کمی هم باشد با خبر شده دوستو اینجا مردم خدمت مردم انده اینا میکشد و معلوم میشد و میبینه با کدوم ممکن در ضبط ویدیو معقول باشد که حتما فکر و اندیشه نیک خود را میگذارید دوستان حاجی در حق مسافره دوی نیک در حق مسافره در پلایش از همه بلا آفاتهای آخری زمانی و زمینی آسمانی نداشته باشد چه مراد و مقصد دینی و دنیوی دارم پروردگار به مراد و مقصد رسانه شد الله اکبر برکه یابد